مرکز مطبوعات تاجیکستان در یک شماره ویژه برنامه تلویزیونی اخبار وزارت کورای داخله که به روز میلیسیا بخشیده شده بود، برخی دستاوردهای مهم این وزارت در یک سال اخیر را برشمرده، از جمله از بازداشت یک قاتل کسبی با لقب کیلر خبر داد. حسین خندالله عبیداللهویچ سال تولدش 1975، ساکن دهه نوآباد جماعت محور نویه 5، رزمنده سابق اتحاد نیروهای مخالفین، بعد بیش از 30 سال فرار و در کوفتکوب رسمی قرار داشتنش با اتهام دست داشتن در کشتار دست کم 3 نفر از جمله یک کارمند میلیسیا دستگیر شده است. وزارت کورای داخله گفت خندالله حسینوف در افغانستان در تمرینگاه حزب فعلا در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی تمرین گرفته سال 1995 به تاجیکستان آمده است و در حدود نویه طویل دره که در سالهای جنگ شهروندی یک جبهه اساسی جنگ بین نیروهای حکومت با مخالفین بود، پاسگاه تشکیل کرده است. خود خندالله حسینوف در این گزارش میگوید در افغانستان 2 ایمان دادند و گفتند که به طویل دره به جنگ ضد حکومت تاجیکستان میروید. مسئولان حزب نهضت تاجیکستان عضو این حزب بودن خندالله حسینوف را رد میکنند و میگویند در سالهای جنگ شهروندی در صف نیروهای مخالفین هزاران نفر میجنگیدند، ولی نه همه آنها عضو این حزب بودند. در حزب نهضت اسلامی تاجیکستان همچنان یادآور شدند که بر اساس سازشنامه صلح همه جنگاوران اتحاد نیروهای مخالفین عفو شده بودند، ولی بعدا بسیاری آنها با بهانه‌های گوناگون دستگیر و زندانی کردند و یا به هلاکت رسانیدند. ولی پرونده خندالله حسینوف برای آدمکشی و اسکین او علاقه بعد انجام جنگ شهروندی انجام داده است. نظر خود او و نزدیکانش به این اتهامات دسترس نیست، ولی وزارت کورای داخله میگوید که خندالله حسینوف بعد جنگ برای گروه‌های قاچاقبر مواد مخدر باعث قاتل فرمایشی خدمت میکرد و برای بیرحمیش در آدمکشی لقب کیلر گرفته بود. از جمله گروه قاچاقبر به گفته وزارت کورای داخله از کارمند بخش مبارزه با مواد مخدر شعبه میلیسیای نویه 5 لتنانت کلان علیمردان میروف که به فعالیت آنها ممانعت میکرد به تنگ آمده به خندالله حسینوف کشتن او را فرمایش دادند. میروف به سبب آثار زخم در بدنش با لقب علیمردان شرم مشهور بود است. خندالله حسینوف در گزارش نشر شده نقل کرد که میروف را چه خیل کشت: بگوی آمدم اتومات را گرفتم و رفتم، 2 روز از پسش نظاره کردم و روز سوم علیمردان شرم را در نزد درآمدگاه خانه‌اش 20 تیر در تنش زدم. وزارت کورای داخله میگوید از بعد کشتن علیمردان میروف در ماه مای سال 1999 خندالله حسینوف در بین گروه‌های نشجلاب با لقب کیلر نام برآورد. حسینوف را همان وقت برای دست داشتن در قتل افسر میلیسیا دستگیر کردند، ولی بنا به فرضیه وزارت کورای داخله گروه‌های قاچاقبر توانستند که او را در بیمارخانه بیماری‌های روحی و دیوانه‌خانه واقع در شهرک کوکتاش نویه لنین بستری کرده از جوابگری آزاد کنند. خندالله حسینوف بعد رهاییش از جوابگری برای کشتار افسر میلیسیا به روسیه رفت و به گفته وزارت کورای داخله در شهر مسکو به 2 تن از سرکردگان گروه‌های نشجلاب از نویه 5 بوراکوف رغمان شریپوویچ سال تولدش 1962 و رحیموف منظرشاه سال تولدش 1971 خدمت میکرد. کیلر در مسکو محافظ بوراکوف رغمان بود، ولی می افزود وزارت کورای داخله در آنجا بر اثر شیوه تقسیم ناعادلانه درآمدها از فروش مواد مخدر گپ بین نرکبرانها گریخت و خندالله حسینوف هم رغمان و هم منظرشاه را از تپانچه پراند. خندالله حسینوف سال 2005 از جانب مقامات حفظ حقوق روسیه دستگیر و برای این 2 کشتار به 18 سال زندان محکوم شد. بعد ادای حکم او را از روسیه به تاجیکستان اخراج کردند. خندالله حسینوف برابر رسیدنش به تاجیکستان دیگر باره دستگیر شد. در اینجا به او تا 25 سال زندان یا حبس عمر بود تهدید میکند.